سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نماینده سازمان ملل آزادی 3 ژورنالیست تاجیک را طلب کرده است. مفتی روسیه در ملاقات با پوتین ریت‌های آمان را در مسجدها بی اثر دونید و گفت که آن رنگ مبارزه با مسلمان‌ها را گرفته است. طبیب علی بیدکی دوباره بازداشت شده است. تاجیکی که در تیم توقایف پرزیدنت قزاقستان به اکبرجان اسماعیلوف آردین داد. هنرنمای آوازخوان و شیرینکار تاجیک قدم قربان در برنامه اندری ملاخوف. و اکنون تفصیلات خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حامیان حقوق انسان در توییتر خبر داد که روز 24 اکتبر سال 2023 در نیویورک در ملاقات با نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل جانبک اسماعیل حکمت بار دیگر مسئله آزاد کردن حامیان حقوق انسان از زندانهای تاجیکستان از جمله آزادی ژورنالیستان زندانی دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و الفت خانم محمد شایو را در میان گذاشته است. الفت خانم که ماه می سال 2022 در روز اول سرکوب اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر شد، با اتهام دست داشتن در راه اندازی این اعتراضها به 20 سال زندان محکوم شد. طرفدارانش پرونده او را ساخته مینامند و میگویند الفت خانم محمد شایو را برای موقع شهروندیش به خصوص درای حمایت از اقلیت پامیری‌ها چنین جزای سخت دادند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی ماه ایون سال 2022 در پی نشر سلسله ویدیوها درباره تخریب منزل‌های ساکنان محله پنشیر نویه شومنصور بازداشت و محکوم به زندان شدند. ناظران امور چنین برخورد بهرحمانه نسبت به این دو ژورنالیست را به شخص یکی از نفران تشکیل کننده در گزارش آنها داستان نویه شومنصور ربط میدهند که به وقت بعد دلیر امامعلی و عبدالله غربتی این منصبدار هم پسر وزیر عدلیه و هم داماد رئیس دادگاه عالی دو عضو پرنفوذ حکومت کنونی تاجیکستان بوده است. بعد ماه سال 2022 در تاجیکستان حدوداً 10 ژورنالیست و بلاگر زندانی کرده شدند. 5 نفر آنها دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده و خورشید فاضلوف با اتهام شبهه آور همکاری با سازمان‌های ممنوع به پس پنجره کشیده شدند. همچنین بعد سرکوب اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین ژورنالیست و بلاگر زاده این منطقه از جمله الفت خانم محمد شایو و خوشروز جمعیف متخلص به خوشچام گلیم زندانی شدند. محمد شایو به 20 سال زندان محکوم شد که طولانی ترین حکم ژورنالیستان در یک سال آخر دانسته می شود. خود ژورنالیستان زندانی شده و حامیان حقوق بازداشت حکم طولانی ژورنالیستان و بلاگرها را سیاسی و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستی و بلاگریشان می‌دانند و آزادی آنها را طلب دارند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از جانب سازمان خبرنگاران بدون مرز از جمله به دلیل حبس ژورنالیستان و بلاگرها باز یک زینه پایان رفته در بین 180 کشور در زینه 151 قرار دارد. رهبر اداره مسلمانان روسیه مفتی رفیل غین‌الدین روز 25 اکتبر سال 2023 در ملاقات پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین با رهبران دین‌های سنتی مسئله افزایش ریت‌های مقامات قدرتی در مسجدها در روزهای نماز جمعه را برداشت و گفت که این ریت‌ها برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مهاجرت بی نظارت بی اثر بوده رنگ و آهنگ مبارزه با مسلمانان را گرفتند. متن پاره سخنرانی مفتی را در ملاقات با پوتین سامانه رسمی اداره مسلمانان روسیه نشر کرد. واکنش پوتین به سخنرانی رفیل غین‌الدین نشر نشده است. وقتهای آخر از روسیه گزارش‌های فراوانی درباره روزهای جمعه بعد ادای نماز راست از مسجدها داشتن و گویا برای تفتیش حجتها به شعبه پلیس و یا راست به کمیسریت حربی بردن نمازگزاران به دست میرسد. در ویدیوهای نشر شده همچنین دیده می شود که کارمندان عمان در جریان این ریدها در مسجدها نسبت به مسلمانان ورزش‌ها و مقدسات دینی آنها تحقیرآمیز مناسبت میکنند. رفیل غین‌الدین در سخنرانیش از جمله گفت وقتهای آخر ریدهای مقامات حفظ حقوق هنگام نمازهای جمعه در مسجدها تفتیش سراسری نمازگزاران از مسجد راست به کمیسریت‌های حربی بردن دستگیر شدگان زیاد شده است. چون این عملها به نظر ما برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مهاجرت بی نظارت
به اثر بوده در جامعه سر و صدای زیاد برپا میکنند و به گوش کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای جهان اسلامی رسیده رنگ و آهنگ مبارزه با مسلمانان را میگیرند. مفتی روسیه افزود که به آنها خبر میرسد که حتی استخدامات به خدمت قرار داده در وزارت مدافعه را هم در مسجدها برآماندند. میخواستم که بنیاد مسجدها در سطح مقامات ولایت و منطقه ها همچون سیاست دولتی ارزیابی شود، گفت مفتی در سخنرانیش در حضور پوتین. روز 20 اکتبر سال 2023 بعد نماز جمعه نیروهای آلمان دیگر باره در آخرین مسجد باقی مانده شهر کتلن که در کنار مسکو رید گذرانده 10 نفر را دستگیر کردند، ولی این باره دستگیر شدگان را به کمیساریات حربی شهر لیوبرسی و از آنجا به یک نقطه سربازگیری در شهر بلشیخ برده از تشخیص طبی گذرانیدند و از آنها طلب کردند که قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین روند وگرنه زندانی میشوند. با گذشت یک هفته از سرنوشت نمازگزارانی که در مسجد کتلنکی دستگیر شدند یگان خبری نیست. مقامات روسیه تا حال رسما این رید را شرح ندادند. در عرفه روز جمهوری قزاقستان که روز 24 اکتبر سال 2023 تجلیل شد، در قرارگاه ریاست این جمهوری اوکوردا یا قصر سفید در شهر استانه مراسم تقدیم اردن وحدت مردمی دایر شد. پرزیدنت قاسم جمال توقایف که رهبر اسامبله یا انجمن خلق قزاقستان نیز است با این اردن معاونش در این انجمن اکبرجان اسماعیلوف را سرفراز گردانید. نشریه دلوای قزاقستان اکبرجان اسلاموف را شخصیت لیدر و ارباب جمعیتی برجسته نامیده نوشت. این جایزه به اسلاموف برای خدمت‌های برجسته‌اش در تحکیم وحدت ملی، تامین رضایت جامعه و وحدت ملی، همچنین برای فعالیت‌های نظارت جمعیتی و خیریه تقدیم شد. دلوای قزاقستان همچنین تاکید کرده است که سرفراز گردیدن اکبر اسماعیلوف با اردن وحدت مردم بیانگر اعتراف دستاوردهای برجسته و سهم بی‌بهای او در رشد همه‌جانبه قزاقستان است. اکبرجان یایخوجایویچ اسماعیلوف معاون رئیس انجمن خلق قزاقستان و همچنین رهبر مرکز ایتنوگرافی جمهوری تاجیکستان قزاقستان است. اکبرجان اسماعیلوف سال 1988 در قزاقستان در خانواده تاجیک‌ها به دنیا آمده است. او سال 2017 تا 2022 رهبر مرکز تاجیکستان استانه به نام استانه سامانیان بود و سال 2020 برابر تأسیسش رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان انتخاب شد. این مرکز حالا در گوشه‌های گوناگون قزاقستان 11 دفتر داشته تقریبا 100,000 تاجیک را که در قزاقستان کار و زندگی و یا تحصیل میکنند متحد میکند. اکبرجان اسماعیلوف همچنین رهبر چندین شرکت در ساحه ساختمان و کشاورزی بوده. سال 2022 معاون رئیس انجمن ژستره یک اتحادیه رهبران جوان قزاقستان و سال 2023 مشاور رئیس پالاتای اوتامکان در شهر الماتی است. ولی قله عظم بلند روی زندگی او البته انتخابش به مقام معاون پرزیدنت توقایف در انجمن خلقی قزاقستان در ماه اپریل سال 2023 بود. مقصد این انجمن پیشگیری از نزاع‌های بین ملت‌ها و حفظ وحدت مردمی این جمهوری است. دلوای قزاقستان می نویسد که این مقام دائمی در ساختار حکومت نقش اکبرجان اسماعیلوف در حیات سیاسی و جمعیتی قزاقستان را تاکید می کند. ماه آگوست سال 2023 در جریان سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به استانه توقایف به او اکبرجان اسماعیلوف را همچون عضو کماند خود معرفی کرده و گفت در کماند من یک تاجیک است. گذشته از این او معاون من است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. عبدالله وزیروف 65 ساله یک طبیب از نویه رشت که به نام طبیب علی بیدکی نام برآورده است و برای رساندن یاری طبیب علی بیدکی 1 سال زندانی شده بود، اخیراً در منزلش در دهه ملابرات نویه رشت از جانب مقامات امنیتی دستگیر شده است. در این باره روز 26 اکتبر سال 2023 رادیوی آزادی خبر داد. اسمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف به این رسانه گفته است پدرم را ماموران امنیت 2 هفته پیش با خود بردند ولی تا اول سببش را نمیگویند. از منبع‌های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟
یگان تفصیلات نمیدهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک میبریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم. افزود او مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما شرح ندادند. عبدالله وزیروف در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. روز 26 اکتبر در جای کارش گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فحش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم می شود. او درباره این اتهام ضد طبیب علی بیدکی جزئیات دیگر نداده است. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در رابطه به آشوب علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی یک فرمانده سابق مخالفین در منطقه رشت رسانه‌ای شد. آن وقت علی بیدکی در یک زد و خورد با نیروهای حکومت از دستش تیر خورده بود و او یک شب خودش به خانه عبدالله وزیروف آمده است تا دستش را دارو و درمان کند. وزیروف می گفت که زخم دست بیدکی رو شست و دارو کرد و داکه بست و او برآمد رفت. گفته می شد که بیدکی روز 19 سپتامبر سال 2010 هنگام شب خون به کاروان نیروهای حکومتی در دره کمراب نویه رشت تیر خورده بود. در آن حمله 26 نفر از نیروهای حکومتی کشته شدند. بعد سرکوب آشوب علی بیدکی و به طور مرموز کشته شدن خود او در اول سال 2011 ده نفر را در وادی رشت با اتهام عمدستی به آشوبگران دستگیر کردند. عبدالله وزیروف نیز آن وقت بازداشت و با اتهام خبر نرسانیدن به مقامات محکوم به زندان شد، ولی الکی یک سال بعد به آزادی برآمد. او میگفت که یگان گناه صادر نکرده بود، بلکه تنها قرض طبیبیش را اجرا کرده بود. قانون‌های طب از جمله قسم هیپوکرات از طبیبان تقاضا میکند که به نفر بیمار و محتاج کمک صرف نظر از نژاد و ملت و عقیده های دینی و سیاسیش باید یاری رساند. آوازخوان و شیرینکار تاجیک قدم قربان که با اجرای ترانه‌های شوخ دویانه نام برآورده است، در برنامه شومن شورتیار روس اندری ملاخوف پسنی ات وسی دوشه در شبکه تلویزیونی روسیه اشتراک و هنرنمایی کرده است. قرار است این نشر برنامه با اشتراک قدم قربان روز یکشنبه 29 اکتبر سال 2023 ساعت 17:50 با وقت مسکو در شبکه روسیه نشر شود. ویدیو اعلان برنامه را روز 26 اکتبر قدم قربان در کانال خودش در یوتیوب باز نشر کرد. در این اعلان پاره از ترانه شوخ لیکی لیکی در اجرای قدم قربان و رقصیدن او در احاطه دختران نمایش داده شد. اندری ملاخوف آوازخوان و شیرینکار تاجیک را در برنامه‌اش با سخنان بلند قدم قربان ستاره تاجیکستان معرفی میکند. قدم قربان یک آوازخوان تویگرد از جماعت چگم نوی شمس‌الدین شوئین با طرز عجیب ترانه‌خوانیش شهرت زیاد پیدا کرد. برخی ترانه‌های او در اینترنت چندین میلیون تماشابین پیدا کردند. وقتی مردم قدم قربان را خیلی سخت گرفت که با ترانه‌های ازت ساده‌اش سنت تاجیک را بی‌آبرو میکند، آوازخوان شناخته جانبی که مراد از وی پشتیبانی کرد. او سال 2019 قدم قربان را به دوشنبه دعوت کرده سر و پا، تلفن و حتی موی سرش در عموم ایمیج او را نو کرد و وعده داد که نخستین کلیپ کسبیش را آماده و نشر میکند. کلیپ عزیزم که استودیوی جانبک مراد ثبت و نشر کرد در بین همگی 7 روز 1 میلیون تماشابین جمع آورد. این یک رکورد بی سابقه برای آوازخوان تاجیک در یوتیوب بود. امیرای و کلیپ دوم قدم قربان که همراه با مینو اجرا میکرد رکورد قبلی خود قدم قربان را شکست و الکی در 4 روز 1 میلیون را در یوتیوب فتح کرد. همین طور ملکه کشتی باباتا در اجرای قدم قربان در یوتیوب 4.6 میلیون تماشابین جمع آورد. ولی بعد پاندمی قدم قربان در ثبت و نشر کلیپ‌های نوش چندان فعال نبود و بیشتر در توی معرکه‌های مردم و در شو و برنامه‌ها هنرنمایی میکرد. اما هفته گذشته او در کانالش در یوتیوب اعلان کرد که با یک سفر هنری به مسکو می رود. اینک معلوم شد که او برای اشتراک در برنامه اندری ملاخوف رفته است. مورخ شناخته تاجیک پروفسور عثمان جان غفوروف روز 27 اکتبر سال 2023 در سن 78 از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ عالم معروف چیزی گفته نشده است. شهرداری خوجند که پروفسور غفوروف شهروند افتخاری این شهر بود در نامه تسلیتش نوشت استاد ارجمند عثمان غفوروف از عالمان سرمسئول جمهوری به حساب رفته دایر به تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک فرزندان ارزنده ملت اثرها و مقاله های سرشمار آفریده است. موصوف
در دوره فعالیت علمی، پداگوژی و ادبی جمعیتی خود 80 کتاب، بیش از 1500 عدد مقاله های پوبلیسیستی در مطبوعات دوره و 300 عدد اثرهای علمی، تحقیقاتی و ادبی در مجموعه های علمی و مجله های بانفوذ به نشر رسانیده است. عثمان جان غفورов سال 2001 تا 2005 وکیل مجلس ولایتی و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بوده، سالهای 2005-2010 وکیل مجلس نمایندگان و سال 2001 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. او برای خدمت‌های ارزنده در جاده علم و فرهنگ و معارف کشور سال 1999 به عنوان کارمند شایسته تاجیکستان، سال 2013 با عنوان علوچه معارف جمهوری تاجیکستان و علوچه فرهنگ تاجیکستان قدردانی شده است. از ماه مارس سال 2011 گیرنده نفقه برای خدمت‌های مخصوص در نزد جمهوری تاجیکستان بود. از عثمان غفورov 10 کتاب به یادگار ماند که مهمترینشان زندگی نامه شخصیت‌های معروف چون باباجان غفورov، ترسون اولچابویف، لایق شیرالی، کریم عبداللهیف، قاری نیازی خوجندی، گنرال تیمورجان رحیمبایف، ساطع ملوغزاده، روبر قاسموف و هادی کنجایف می باشد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 40 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی همسر سابقش دستگیر کرده شد. خود این مرد و یا نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله گمان برشونده به خانه استقامتی سابق همسرش ساکن 34 ساله شهر استرافشان آمده با کارد خواجگی او را تهدید کشتن کرده است و بعدا با روی زورآوری یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را آشکارا گرفته از جای حادثه غیب زده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب به خانه همسر سابقش رفتن و جنگ و جنجال کردن این ساکن استرافشان معلوم نیست. معمولا چنین حادثه ها در زمینه رشک رخ می‌دهند. تلفن همسر سابقش را با زوری کشیده گرفتن مرد نیز به همین فرضیه رشک دلالت می‌کند. وزارت کارهای داخله گفت نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده 120 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ماده 120 برای تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی اگر برای عملی گشتن این تهدید حساس و ترس و هراس موجود باشد، همچون جزا محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی می‌کند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 حالت کشتاری و سوءقصد به آدمکشی و همچنین قصداً 54 مورد رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.